القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات، وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. و این سوره انعام مکی هست. این قبل از هجرت نازل شد، قبل از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کنند مقداری کم، چند روزی قبل این سوره نازل شد. ببینید در سوره مائده شما دو موضوع خواندید، نفی شرک فعلی و نفی شرک اعتقادی، شرک فی التصرف. حال ما همون دو موضوع را میخوانیم با تفصیل بیشتر، اما اونجا ابتداء نفی شرک فعلی بود، اینجا ابتداء نفی شرک اعتقادی هست و بعدا شرک فعلی. بعد الله عزوجل این سوره را با الحمدلله آغاز می کند. ما در ابتدای فاتحه خدمت شما اعلام کردیم و عرض کردیم که بر اساس تقسیمی که شیخ ما حضرت حسین علی دارد، ایشون قرآن را به 4 بخش تقسیم می کند. هر 4 بخش با الحمدلله شروع میشه. اول خالقیت از الحمدلله رب العالمین تا اینجا، تا اول سوره انعام. از اینجا به بعد ربوبیت بیان میشه تا سوره کهف. لذا بیشتر در این سوره ها بیان ربوبیت است. رب معنی اینه که پرورش همه عالمیان، همه را از تدریج به کمال رساندن، تصرف و اختیارات و رتق و فتقشان همه و همه به دست الله عزوجل است، به دست رب هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض. ابتدا نفی شرک فی التصرف است و من هم عرض کردم که چگونه الف لام الحمد عهد خارجی هست، توحید چگونه از الحمد ثابت میشه. پس ترجمهش این میشه که فقط و فقط برای الله است، حمد برای الله است، اختصاص به الله دارد، اون اللهی که آفرید آسمان ها و زمین را، منظور جواهر را الله آفرید، و جعل الظلمات و النور، تاریکی ها و نور را هم آفرید. ببینید تاریکی ها و نور اینا اعراض هستند، سماوات ارض جواهر هستند. منظور اینه که خدا هم خالق جواهر است هم خالق عرض هست. خالق اعراض، اعراض اونایی که خودشون قائم به نفسهی نیستند، قائم بالغیر هستند. مثلا نور را ما در قالب فضا میبینیم، تاریکی را هکذا. اما ببینید ظلمات را با صیغه جمع آورد، نور را با صیغه مفرد آورد. این هم بیانگر این هست که راههای گمراهی یکی نیست، راههای گمراهی زیاده، متعدده، اما راه هدایت، راه نور فقط یکیه، اون توحید و یکتاپرستی هست. الله می فرماید و جعل الظلمات و النور، الله قرار داد تاریکی ها را یعنی خلق کرد و همچنین نور را. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. این استبعادیه هست، چقدر بدور از انصاف است که با وجود این که خالق، مدبر، متصرف الله هست، باز هم کسانی که کفر کردن به ربشان یعدلون، عدول میکنه. یعدلون دو معنا دارد، یکی از عدل است به معنی برابری، یعنی دیگران را با خدا برابر میکنن.
دومی به معنی عدول هست، یعنی از حد تجاوز میکنن. هو الذی خلقکم من طین، الله تعالی اول خلق السماوات والارض، خلق عالم کبیر را ذکر کرد، الان خلق عالم صغیر را. خود انسان خودش یک عالمی هست، یک نمونه ای هست از تمام جهان، یعنی تمام دنیا. نگاه کن، کوه دارد، زمین سخت دارد، زمین نرم دارد، آب شیرین دارد، آب شور دارد. قاری محمد طیب رحمت الله علیه همه اینها را در عالم صغیر، در انسان اثبات کرده که انسان در وجودش همه نمونه های از عالم هست. بدنش سخته، بدنش نرمه، آب دهن شیرینه، آب چشم شوره و خیلی نمونه های دیگر، برآمدگی، صافی. لذا الله می فرماید هو الذی خلقکم من طین، الله آن ذاتی هست که شما را آفرید از گل. ثم قضا اجلا، بعد همونطور که عالم صغیر و عالم کبیری داریم، قیامت صغرا و قیامت کبرایی داریم. قیامت صغرا موت و اجل انسان است، قیامت کبرا قیامت واقعی هست. الله می فرماید هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، سپس الله معین کرد مدتی را، و اجل مسمى عنده، و یک مدت دیگر که تعیین شده فقط نزد الله است. اجلن اولی موت است، اجل دومی چی هست؟ قیامت است. یعنی یک مدت اونه که برای موت شما تعیین کرد، یک مدت دیگری که مسمى عنده هست، پیش خدا مشخص هست، او چی هست؟ وقوع قیامت است. اما شما انسان چقدر ناسپاسی، ثم انتم تمترون، با وجود این همه دلائل سپس هم شما شک میکنید. تمترون یعنی تشکون، شما شک دارید در برای قیامت. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، زجر و سرزنش بر مشرکان که هر آیه‌ای که ما می آوریم از اون آیه چی روگردانی میکنند، نمی آید پیش آنها هیچ آیه از آیات رب مگر از آن اعراض میکنند. این یک زجر اول اعراض، زجر دوم تکذیب. فقد کذبوا بالحق، تکذیب کردند حق را. و هو الله فی السماوات، این آیه من الله میفرماید و هو الله فی السماوات، الله اون ذاتی هست که در آسمان ها و در زمین هست. ببینید الله در آسمان ها و در زمین است به چه معنا؟ علما گفتن، مفسرین گفتن وصف مشهور مراد است. وصف مشهور لفظ جلاله چی هست؟ مدبر، متصرف. و هو الله فی السماوات و فی الارض معناش اینه که الله آن ذاتی است که متصرف است، گرداننده امور است در آسمان ها و در زمین. برای الوهیت همین دو چیز است، نه؟ یکی متصرف بودن، یکی عالم بودن، از غیب خبر داشته باشد و قدرت فوق‌العاده داشته باشد تا مشکلات عابدان را حل کند. لذا و هو الله فی السماوات و فی الارض تصرف است. و الان علم غیب، یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون، الله سر شما را، جهر شما را میداند و میداند شما چی کسب میکنید. و ما تأتیهم من آیت، هیچ آیه پیش آنها نمی آید، من آیات ربهم، از آیات پروردگار، الا کانوا عنها معرضین، مگر از اون اعراض میکردن، روی گردانی میکردن. فقد کذبوا بالحق، تکذیب کردن حق را. بالحق من قبلا عرض کردم خدمت شما که حق سه معنا دارد. یک لاظهار الحق، دو حق سخن صادق و درست را میگویند، سه ظاهر و واضح، چیزی که آشکار است اون حق میگویند. پس فقط کذبوا بالحق اینجا معنی سوم است، یعنی موضوعی که آشکاره، موضوعی که واضحه، موضوعی که هیچ پیچیدگی ندارد، اینها اون را تکذیب کردند.
لما جاءهم وقتی که اون حق آمد پیش آنان فسوف یأتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون الله می فرماید ان قریب می آید پیش اینها اخبار آنچه که مسخره می کردند. اخبار آنچه، منظور از اخبار انباء عقوبات دنیوی و اخروی. ببینید مشرکین چرا مسخره می کردند؟ عذاب را مسخره می کردند، عذاب دنیا را هم عذاب عقبا را هم. الله می فرماید که عذاب پیششون می آید که مسخره می کردند. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن. از اینجا به بعد تخویف دنیوی هست. الله می فرماید که مگر اقوام دیگر را، ملت های دیگر را اینها مطالعه نمی کنند ما چه بلای سرشون آوردیم؟ چرا برای خود عبرت نمی گیرند؟ الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن. آیا ما الم یرو آیا نمی بینند کم اهلکنا چقدرها را ما هلاک کردیم قبل از اینها از قرون گذشته. مکناهم فی الارض، ما آنها را در زمین قدرت دادیم، تمکین دادیم، امکانات دادیم. ما لم نمکن لکم، آن قدرتی که ما به شما اون تمکین را ندادیم. اونها نیرومندتر بودند. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، و ما آسمان را فرستادیم، یعنی ابر و باران فرستادیم پیاپی. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، و نهرها را قرار دادیم که جاری بود از زیر درختان و کاخاشان. اما اینها باوجود این همه امکانات متنبه نشدند. فاهلکناهم بذنوبهم، ما به سبب گناهانشان آنان را هلاک کردیم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بعد از اونها ما ایجاد کردیم قرن دیگر، نسل دیگر و جماعتی دیگر. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. خب ببین بعد از این که خداوند تخویف دنیوی بیان فرمود، الان شبهات هفتگانه مشرکین را جواب میده. مشرکین چیزهای مختلفی از پیغمبر میخواستند، الله همه را پاسخ میده. اول این بود که اونها میگفتند لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. این رقیه که آوردی قرآن را میگفتند ما به این ایمان نمی آوریم حتی که برای تک تک ما نامه بیاری از سوی خداوند که ما بخوانیم. الله می فرماید ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس. ای پیامبر اینها که این گونه مطالبه می کنند ما نازل کنیم بر تو کتابا مکتوب فی قرطاس، در برگی، حتی در ورقی در برگی ما بنویسیم و بدیم که به ابو جهل و ابو لهب برسانی. فلمسوه بایدیهم، با دست او را لمس کنن ببینن کاغذ است واقعا. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین. در این وقت کافران میگویند این جادو است. این بازم قبول نمی کنن. این جواب اشکال اولشان بود. اشکال دوم وقالوا لولا انزل علیه ملک. چرا بر اون ملکی نازل نمیشه؟ چرا فرشته‌ای نمیاد با پیغمبر؟ الله جواب میده ولو انزلنا ملکا لقضی الامر. اگر ما فرشته بفرستیم کار فیصله میشه. یعنی فرشته که بیاد برای عذاب میاد، برای ارسال، برای پیام خدا نمیاد که پیغمبر قرار بگیرد. بله لقضی الامر ثم لا ینظرون. سپس بعد از انزال فرشته اونها مهلت داده نمیشوند. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. یک سوال دیگری اونها و خواسته اینها اینه که چرا پیغمبر ملکی نیست؟ خدای تعالی میفرماید اگر ما ملک میفرستادیم، ملک را هم به شکل چی میفرستادیم؟ بشر. اون وقت اون فرشته می آمد، شما میگفتید چرا به شکل بشر است؟ بازم اعتراض.
ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، ما او را قرار میدادیم مردی، وللبسنا علیهم ما یلبسون، ما خلط میکردیم بر آنان آنچه که خلط میکنند. لذا موضوع خلط میشد، یعنی نمیدونست این فرشته هست یا انسان است. ولقد استهزئ برسول من قبلک، بعد از 3 تا از شبهه، هنوز شبهات ادامه داره، بعد از 3 تا تسلی در وسط، تسلی برای پیغمبر. ای پیغمبر تو ناراحت نباش، این استهزاء و تمسخر برای انبیاء گذشته هم بوده، برای تو تنها نیست. ولقد استهزئ برسول من قبلک، همانا استهزاء شدن پیامبران قبل از شما. اونایی که استهزاء کردن نتیجهشون چی شد؟ فحاق بالذین سخروا منهم، فرود آمد بر آنانی که مسخره میکردن انبیا را، ما کانوا به یستهزئون، اون عذابی که مسخرش میکردند. چون همه عذاب را مسخره میکردن، عذاب چیه؟ خود عذاب آمد. قل سیروا فی الارض، اکنون الله تعالی ما را دعوت به سیر میده، بریم انجام اونها را ببینیم، بریم کاخهای اونها را، باغات اونها را، آثار زندگی و نشانات مابقی اونها را ببینیم. الله می فرماید قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین، بگو سیر کنید در زمین، سپس نگاه کنید عاقبت و انجام تکذیب کنندگان چی شد. قل لمن ما فی السماوات والارض، بعد از تخویف الله تعالی مجدد دلیل عقلی بر اثبات توحید که خلاصهش اینه که تمام تصرفات، این دلائل خوانده شده، تکراری هست، به ترجمه بسنده میکنیم. اعلام بفرما برای چه کسی است آنچه که در آسمان هاست و زمین. قل لله، بگو فقط برای الله. کتب علی نفسه الرحمه، الله تعالی بر نفسش، بر ذاتش رحمت فرستاده. اون چی هست که برای تائبین عن الشرک مغفرت و رحمت است. لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه، حتما الله شما را جمع میکند، تخویف اخروی است، و میبرد به سوی قیامت که هیچ شکی در اون قیامت نیست، شکی وجود ندارد. لا ریب فی، اما الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، زیانکاران شک میکنند، کسانی که خودشون را در خساره واقع کردند. وله، بازم دلیل توحید، وله ما سکن فی اللیل والنهار، فقط و فقط برای الله است هر چیزی که آرامش دارد در شب و نهار. خواندید این از قبیل الفتها تبنا و ماء و باردن هست. سکن فی اللیل و ما نشر فی النهار، چون جای دیگه خواندیم و جعل النهار نشورا. بله، و هو السمیع العلیم، الله عز وجل ذاتی هست هر چیز را شنوا و هر چیز را دانا، یعنی ندای محتاجین را میشنود، حاجت مضطرین را میداند. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اعلام بکن آیا بغیر از الله من کارساز دیگر، حامی دیگر بگیرم، در حالی که الله آفریننده آسمان ها و زمین است. و هو یطعم ولا یطعم، اون ذاتی است که همه را میخوراند، ولا یطعم، اون خودش خوراک داده نمیشه، از خوراک پاک است، یعنی نیازی به شما بندگان ندارد. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، الله می فرماید که اعلام بکن ای پیغمبر من باشم اولین تسلیم، اولین منقاد منم. ولا تکونن من المشرکین، هرگز از مشرکان ما باش. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، باز هم ای پیغمبر به آنان اعلام کن که اگر من دستور بدم برای عبادت غیر خدا می ترسم، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر ربم را نافرمانی کردم از عذاب روز بس بزرگ می ترسم.
خدا به پیغمبرش میگه تو بگو من میترسم. من یصرف کیفیت عذاب، هر کسی که برگردانده بشه از اون در آن روز فقد رحمه، خدا بر او رحم کرد. و هر کسی که به عذاب گرفتار بشه واقعا اون انسان در خساره ابدی واقع شد. و ذلک الفوز المبین، این که خدا نجات میده این رستگاری آشکاری هست. و این یمسسک الله بضر، حال الله تعالی گفتیم در ابتدای این سوره دلائل عقلی ببخشید در ابتدای این سوره توحید فی التصرف است. همه تصرفات و اختیارات، شما چند تعبیر خواندید برای اثبات این مطلب، الان تعبیر دیگر. الله می فرماید و این یمسسک الله بضر، اگر به شما آسیبی الله برساند، فلا کاشف له الا هو، نیست دور کننده او بغیر از الله. و این یمسسک، و اگر شما را خدا برساند خیری بخواد متوجه شما بکند، فهو علی کل شیء قدیر، اون ذات بر هر چیز قادر است. و هو القاهر فوق عباده، این شأن قدرت است. اون ذات غالب است بالای بندگان، بر بندگان غالب هست. و هو الحکیم الخبیر، شأن علمی الله، الله تمام کارهایش با حکمت و از همه امور با خبر. قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله، چه چیزی از نظر شهادت بزرگتر، چه چیزی مهمتر، عظیمتر؟ خود خدا بزرگترین شاهد است. قل الله شهید بینی و بینکم، بین من و بین شما الله گواه است، الله حاضر است. و شهادت خدا چیه؟ و اوحی الی هذا القرآن، این قرآن به سوی من محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، لانذرکم به و من بلغ، تا که من شما را به وسیله این قرآن بترسانم و من بلغ، هر کسی که این قرآن به اونها رسید. اینکم لتشهدون، بعد از دلائل قرآن میپرسد آیا شما گواهی میدهید که همراه خدا معبود دیگه هست؟ قل لا اشهد، ای پیغمبر اعلام بکن من پیغمبر که گواهی نمیدهم. قل انما هو اله واحد، بگو جزی نیست که الله اون اله و معبود یگانه هست. و اننی بریء مما تشرکون، همانا من بری هستم از شرک شما، از کارهای شما. الذین آتیناهم الکتاب، بعد از اینکه خداوند دلائل بیان فرمود زجر بر اهل کتاب بیان می کند که اهل کتاب این نیست که نسبت به توحید ناآگاه باشند یا نسبت به پیغمبر بیخبر باشند، همه چیز را می دانند، باز هم شرک می کنند. این به خاطر عناد است، به خاطر پست و مقام است. الذین آتیناهم الکتاب، آنانی که ما کتاب به آنان دادیم، یعرفونه، میشناسند او را. کی را میشناسند؟ ببینید اکثر مفسران اینجا مرجع ضمیر پیغمبر قرار دادن، یعنی پیغمبر را میشناسند، با علائم میدانند. ولی حضرت شیخ رحمه الله و بعضی از محققین معتقدن مثل شاه ولی الله یعرفونه، مرجع ضمیر به پیغمبر بر نمیگرده، چون اینجا بحث پیغمبر نیست، اینجا بحث توحید است. یعرفون یعنی یعرفون توحید، حقیقت توحید را میدانند، چون ما قبلا بحث توحیده، در ادامه هم بحث توحیده. کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که بچه های خودشان را میشناسند. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، آنهایی که در خساره انداختن خودشان را، آنها ایمان نمی آورند. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. زجر بر اهل کتاب، زجر بر مفترین،
چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا بر خدا میگوید کذب او کذب بی آیاته، یا آیات خدا را، یعنی آیاتی که درباره توحید هستند، درباره قیامت، درباره رسالت، اونا را تکذیب میکنند. انه لا یفلح الظالمون، همان شأن این است که الله رستگار نمیشوند، او رستگار نمی کند یا رستگار نمیشوند ظالم ها، مشرک ها. و یوم نحشرهم جمیعا، الان خدای تعالی تخویف اخروی بیان میفرماید و همچنین این تخویف برای عابدین و معبودین است. الله میفرماید همه را یک روزی ما جمع میکنیم، همه را حشر میکنیم. ثم نقول للذین اشرکوا، سپس ما به مشرکان میگوییم این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کجا هستند معبودانی که شما میپنداشتید؟ ای تزعمونها شرکایی، شما اونها را شرکای من میدانستید. ثم لم تکن فتنتهم، سپس فتنه اونها چیزی دیگه نخواهد بود. فتنتهم به معنی جوابهم هست. فتنتهم یعنی چی؟ جوابهم. چرا جواب را خدا فتنه گفته؟ چون جواب دروغه. مشرکان جواب راست بلد نیستند، همیشه جواب چی میدن؟ دروغ. به این خاطر جواب را تعبیر کرد با چی؟ با فتنه. ثم لم يكن جوابهم الا ان قالوا، فسمى فتنه لانه كذب. تفسیر مدارک اون را فتنه میگه چون دروغ است. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا، مگر اینکه آنان گفتند والله ربنا ما كنا مشرکین، قسم به خدا که رب ماست، ما كنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. ما قبلا خواندیم این آیه را که اونها جوابهایشون متفاوته. یک